ابتدا میشه 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار تیم داماش گیلان و پارس جنوبی جمع از سری رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور. دیداری که در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت داره برگزار میشه و تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز خواهد شد. ساعت 14 این بازی آغاز شده. به دلیل اینکه اگه بازی چون جام حذفی و مساوی بشه و به ضربات پنالتی هم کشیده بشه، ما نور خوبی رو اینجا نداشتیم. بازی رو کمی زودتر شروع کردن دوستان و رأس ساعت 14
سوت آغاز این دیدار به صدا در اومد و باید ببینیم که تا پایان چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد برای دو تیم. تیم داماشی که در رقابت لیگ 1 فوتبال کشورمون حضور داره و خیلی از هواداراش دوست دارن که تیمشون بتونه موفق بشه و به رقابت‌های بالاتر صعود کنه در لیگ 1، اما فعلا نتونستن نتایج دلخواه هوادارا رو کسب کنن داماشی ها. اما امروز در این ورزشگاه و در حضور اندک هواداران داماش که در جایگاه تیفوسی ها حضور دارند این بازی داره برگزار میشه. خیلی زود داره بازی برگزار میشه، ساعت 14، ساعتی که خیلی از هواداران هنوز نرسیدن که بتونن خودشون رو به ورزشگاه برسونن. خیلی هم شاید در مدرسه حضور دارن، دانش آموزا و علاقمندان به تیم داماش که قطعاً هنوز نتونستن به ورزشگاه بیان. اندک هواداری هم که هستن دارن تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن. اما ترکیب دو تیم رو من خدمت شما عرض کنم. برای تیم داماش گیلان سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، محمد شریفی، محمد مهدی خانی، علی خدایی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف خدا، یوسف بهزادی، رضا زاهدتبار، رضا آذری و محسن انبساطی 11 بازیکنی هستند که در این دیدار بازی خواهند کرد. این تیم سرمربی نداره و مدیر تیم هم آقای شهرام حمیدی است. سعید ابراهیم پور هم امروز در نیمکت ذخیره هاست. اما در تیم مقابل یعنی تیم پارس جنوبی جم، مهدی نوراللهی درون دروازه است، مجتبی مقتدایی، محمد بختیاری، علی درخشان، علی دلیر، ابوالفضل مسترد، امیر حسین اخوان، سید محمد خرم حسینی، شاهین طاهرخانی، سید امیر طاها حسینی و رضا جعفری 11 بازیکنی هستند که مهدی رجبزاده سرمربی تیم پارس جنوبی به زمین مسابقه فرستاده. داوری این دیدار هم بر عهده میلاد کهزادی است، کمک اول ایشون هیمن نوربخش و کمک دوم هم سالار استاد رحمانی است. داور چهارم هم پیام ساری اصلانی. ناظر این دیدار هم آقای علی آدینه است و ناظر داوری هم بهرام کیانی. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش گیلان. آرمان لطف خدا به چپ میبره توپ رو، یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت سید علیرضا ابراهیمی، باز هم کماکان توپ رو داماش در اختیار دارن در خط دفاعی خودشون. باز هم در همون خط دفاعی سید علیرضا ابراهیمی به چپ میبره توپ رو. فرصت هست برای داماشی ها و رضا زاهدتباری که به توپ نرسید. این هم چهره مربی تیم داماش هست که در تصویر میبینید. حمید درخشان از تیم رفت و به هر حال باید تصمیم گیری بشه و منتظر باشیم ببینیم چه کسی سرمربی این تیم خواهد شد. 0-0 مساوی، 7 دقیقه از دیدار رو پشت سر گذاشتیم. آقای رحمان جهان شاهلو فعلا در کنار زمین کوچ میکنه تیم داماش رو و با تصمیم مالک باشگاه و هیئت مدیره سرمربی جدید خواهد بود. این هم مهدی رجبزاده است، سرمربی تیم پارس جنوبی جم. یک بار دیگه توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم فجر سپاسی و توپ به بیرون میره. پرتاب برای فجری هاست، این کار انجام میدن. سید محمد خرم حسینی صاحب توپ هست، حالا دروازه‌بان تیم داماش توپ رو میگیره، کمی عقب‌تر میارن توپ رو. باز هم در خط دفاعی خودشون داماشی ها دارن کار میکنن.
شما بینندگان عزیز زنده و مستقیم از تلویزیون اینترنتی آنتن بیننده این دیدار هستید. در رقابت‌های جام حذفی داماش داره در مقابل تیم پارس جنوبی جم بازی میکنه. یک خطا هم حالا به وجود میاد و یار شماره 48 حسین خرم حسینی، بازیکنی که قبلا هم آشنایی دارن هواداره تیم داماش با ایشون و باید ببینیم که در این بازی چه چیزی رو خواهد داد. هوای داماش هست امروز، هوای بارانی در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت، به شرطی که بتونن خوبی استفاده کنن در مقابل تیمی که از جنوب کشور اومده و باید ببینیم که چه کار خواهند کرد. یک بار دیگه توپ فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. نمیدونم این بازیکنایی که اومدن اینجا نهار خوردن یا نه، تماشاگرها تونستن نهار بخورن یا نه. اونقدر بازی رو زود برگزار کردن. این تماشاگر فقط یه ساعتی هست که اینجا حضور دارن یا قطعا نتونستن مثل عوامل اومدن نهار هم بخورن، ولی خب امیدواریم که یک بازی رو خوب رو شاهد باشیم از هر دو تیم. ببینیم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد در این دیدار. 10 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. توپ در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی. اعلام خطا میشه. خطای بازیکن تیم پارس جنوبی روی آرمان لطف خدا گرفته میشه. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. این توپ فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد و توپی که فردین نجفی زد اما بالای دروازه تیم پارس جنوبی رفت. موقعیت خوبی بود برای تیم داماش که توپ بیرون رفت و این چهره فردین نجفی نتونست از این موقعیت استفاده کنه و توپ به کورنر رفت. چه توپی رو فرستادن و در همین دقایق نخست این دیدار میتونستن استفاده کنن از این موقعیت که امکانش رخ نداد برای تیم داماش. حالا کورنر رو میزنن داخل محوطه جریمه. باز هم برگشت توپ. صحنه آهسته اون دیدار، اون صحنه رو هم قطعا خواهید دید. اینجا توپی که رسید به نجفی و فرستاد اما از بالای دروازه به بیرون رفت. شعار حمله تماشاگر تیم داماش رو میشنوید. آقای جهان شاهلو به عنوان سرمربی تیم داماش هستن و به هر حال اطلاعاتی که ما دادن یه خورده ناقص بود، اما سرمربی این تیم ایشون انتخاب شدن و به عنوان سرمربی دارن در کنار زمین فعالیت میکنن. به هر حال امیدواریم که هرچی که هست برای تیم داماش، تیم محبوب رشتی ها در استان گیلان، خوشیوم باشه. این توپ رو میزنن اما توپی که وارد دروازه شده داور میگه که هنوز اجازه کار رو نداده بود. دوباره برمیگردن تا از اول این ضربه رو بزنن. بازیکن تیم داماش موقعیت خوبی است. اگه
این ضربه حالا میزنن، فرصت برای داماش و باز هم از بالای سر سید علیرضا ابراهیمی این بار توپ عبور میکنه. در حال از این تک موقعیت میتونن استفاده کنن. بازی جام حذفی است و در رقابت‌های جام حذفی این صحنه ها میتونه کمک کنه به تیم. جایگاه تیفوسی‌ها رو میبینید، هواداره خونگرم تیم داماش. بازی رو از ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت به ورزشگاه سردار جنگل آوردن. قرار بود این بازی دیگه اونجا انجام بشه، اما چون هنوز چمنش مناسب نیست تصمیم گرفتن مسئولین برگزاری که این بازی هم اینجا برگزار بشه و خب امیدواریم که اون چمن خوشگل و آماده باشه برای بازی‌های بعدی تیم داماش، آماده بشه هم تیم داماش و هم سپیدرود بتونن در اون ورزشگاه بازی‌های خودشون رو انجام بدن. در حال نمیشه این بار خورده گرفت که چرا مسئولین بازی رو دارن اینجا برگزار میکنن و این دلیلی که میتونه کمک کنه بازی نکردن در اون ورزشگاه به چمن ورزشگاه عزودی و آماده شدن اون چمن. به هر حال تصمیم میشه گفت درستیه که گرفته شده. حالا امیدواریم که به ضرر تیم خودشون نباشه. چهره سرمربی داماش رو میبینید، آیه جان شالو، و صحبت میکنه با بازیکنای تیم خودش. پرتاب رو بازیکنای تیم پارس جنوبی انجام میدن. داماشی ها پشت محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن تیم داماش. محسن انبساطی گیر از توپ از زیر پاش جدا شد، یه شوت برخورد به مدافعین و توپ فردین نجفی باز هم به بیرون رفت. حالا ضربه کورنر رو انبساطی میره تا بزنه. این چهره انبساطی است. ضربه کورنر رو خواهند فرستاد بر روی دروازه تیم پارس جنوبی. موعد خوب برای داماش. انبساطی توپی که فرستاده میشه با ضربه سر دور میکنه توپ رو رضا جعفری. خیلیا میگفتن شاید پارس جنوبی با بازیکن اصلیش تو این بازی ورود نکنه چون حالا جام حذفی است، اما اونا خیلی خوب جام حذفی رو جدی گرفتن. با همه بازیکناش مهدی رجبزاده پای به این بازی گذاشته، همه بازیکن اصلیشو گذاشته تو ترکیب و داره در مقابل داماش گیلان بازی میکنه. داماش هم تیمی که داره در خونه خودش بازی میکنه و قطعا هواداراش جز برد چیز دیگه نمیخوان از این تیم. توپ رو دروازه‌بان در اختیار گرفته، یوسف بهزادی. مهدی خانی رو به عقب میبره توپ رو. دوباره در خط دفاعی محمد شریفیه که رو به عقب میاره. ابراهیمی به راست، آرمان لطف خدا دوباره از سمت راست میخوان حمله تدارک ببینن. توپی که میاد حالا کمی عقب‌تر، مهدی رجبزاده هم در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش.
خطا انجام شده و باید این توپ رو بازیکن‌های تیم داماش بفرستن روی دروازه باز. 19 دقیقه از این دیدار. 0-0 مساوی. توپ حالا فرستاده میشه، یه لحظه از جلوی سیدعلیزاده ابراهیمی هم توپ عبور میکنه و به بیرون میره. از کنار دروازه خودشون بازی رو آغاز میکنن. یک بار دیگه بازیکن داماش در میانه را توپ رو میگیرن. پشت محوطه جمعی به راست میارن. فرصت برای داماشی ها و مهدی خانی. خود مهدی خانی توپی که حالا فرستاده میشه، یه لایه زیبا از زاهد تبار و توپی که میزنه رضا زاهد تبار رو در اختیار میگیره. دروازه‌بان تیم پارس جنوبی در میانه میدان. دوباره بازیکن تیم داماش هستن که صاحب توپ هستن. توپ رو به چپ میبرن، کمی عقب‌تر شوت میخواد بزنه محمد شریفی که موفق نیست. دوباره در خط دفاعی صاحب توپ، البته بیارن در زمینی تیم پارس جنوبی توپ رو. بازم عقب‌تر رو به عقب کار میکنه محسن انبساطی. روی زمین میفته بازیکن تیم داماش و این هم هواداره خونگرم داماش. دروازه‌بان ببخشید سرمربی تیم داماش رو میبینید. کماکان صاحب توپ هستن.
بازم رو به عقب میارن پارسی ها. در خط دفاعی خودشون کار میکنن، این بار با دروازه‌بان. بازم 68 سید امیر طاها حسینی رو به عقب، این سمت دروازه‌بان داماش صاحب توپ بلافاصله توپ رو میزنن میانه میدان. دوباره پارسی ها هستن که توپ رو گرفتن. امیر حسین اخوان از همون سمت راست خودشون میخوان حمله رو تدارک ببینن. در میانه میدان صاحب توپ هستن بازیکن تیم پارس جنوبی رضا جعفری. خود رضا جعفری شوتی که میزنه و در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم داماش یوسف بهزادی. یک بار دیگه توپ رو به راست میارن داماشی ها. پنجمین دقیقه از این دیدار 0-0 مساوی. داماش 0 پارس جنوبی جمع 0. رقابت جام حذفی، اعلام خطا و یک کارت زرد که قطعاً بازیکن تیم پارس جنوبی خواهد گرفت که این کار انجام میده. داور مورد اعتراض هم قرار میگیره. این صحنه مجتبی مقتدی بود که این کارت رو گرفت. میلاد کهزادی داور این دیدار هست و از استان گلستان در اینجا، بخشید کردستان در اینجا حضور داره. منتظریم تا این ضربه رو بزنن بازیکن تیم داماش گیلان. موقع خوبی است برای داماشی ها و باید از این فرصت دیگه استفاده کنن اگه میخوان به گل برسن تو این دیدار. داور میاد در کنار زمین صحبت میکنه با مهدی رجبزاده. حاضر این دیدار هم حضور داره داور چهارم و یه کارت زرد از جیبش بیرون میاره. خوشبش با نیمکت تیم پارس جنوبی و کارت زردی که میده یکم مربیان تیم پارس جنوبی جمع علی آدینه ناظر برگزاری مسابقه می لحظه دیدی در تصویر. موقع بسیار خوب برای داماش. صدای گربه هم در ورزشگاه میشنوید. نخواستیم امروز انتقاد کنیم، از سقف ورزشگاه گربه هم اومده و نه داخل خوبه. داور دیوار دفاعی رو میچینه و منتظریم تا در سود خودش بدمه این توپ رو بزنن بازیکنان تیم داماش گیلان. موقعیت بسیار خوب برای داماش. این هم هواداره خونگرم این تیم. حالا منتظریم که بزنن این توپ رو بازیکن تیم داماش. توپی که میزنه ایرز انبساطی و برخورد به مدافعین و توپ برگشت پیدا میکنه.
باز هم این سمت حالا ضد حمله میخواد ایجاد بشه. طبیعی که زدم بازیکن تیم داماشو، توپ برگشت داده شد. صحنه آهسته اون ضربه رو هم خواهید دید. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش گیلان و توپی که برگشت داده میشه. اون صحنه رو ببینید با هم. توپ به بیرون رفت. سف مساوی. 30 دقیقه از این دیدار پشت سر گذاشته شده. امروز انصافا به ورزشگاه سردار جنگل رشت رسیدگی کردن و نذاشتن تو این بارون سیلاسای صبح امروز آب اینجا جمع بشه. از میثم فتحعلی پور و همه همکاراش تشکر میکنیم که امروز واقعا رسیدگی کردن به ورزشگاه. از ابتدای صبح اینجا حضور داشتن در ورزشگاه و همه چیز رو مهیا کردن تا این بازی برگزار بشه. عکسایی که در فضای مجازی هم منتشر شد و از فعالیت خوب بچهای ورزشگاه دیدیم ما و آقای فتحعلی پور و دوستاشون که این کار رو انجام دادن. آقای رجازاده چرا رفته داخل زمین؟ حالا بازیکنش افتاده روی زمین، همون خودش بیاره تا اونجا. بعد از مسائلی که هفته گذشته برای تیم داماش پیش اومد و انتقادات زیادی که به ورزشگاه شد و جماری آبی که در ورزشگاه بود، امروز تلاش شد تا این مشکل رفع بشه. ما هم انتقاد کردیم از این مسئله اما غرض شخصی نداشتیم. به هر حال همین باعث شد که الان امروز چقدر قشنگ آماده شدیم ورزشگاه، با اینکه همین الان هم داره بارون میباره تو ورزشگاه اما آبی جمع نمیشه و میشه گفت که به هر مشکلی زودتر ورود بشه و رسیدگی بشه قطعا تو ورزش ما دیگه مشکل وجود نخواهد داشت. دروازه‌بان تیم پارس جنوبی آغازگر بازی است. به میانه میدان توپ رو دور میکنن داماشی ها. بی هدف بود این بار ضربهشون و حالا دو نفر به دنبال توپ هستن. به زاهد تبار نرسید توپ. خود زاهد تبار حالا یه لحظه توپ رو میبینه اما برمیگرده. داور در سود خودش میدمه به نشانه خطا. خطایی که برای پارسی ها بود و بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. کاپیتان این تیم شاهین طاهرخانی صاحب توپ. یک بار دیگه بازیکن‌های تیم داماش صاحب توپ هستن از سمت راست. حالا یه فرصت خوب برای داماش و در میانه راه این مدافعین تیم پارس جنوبی بودن که توپ
مهدی خانی رو گرفتن. باز هم بازیکن تیم فجر. بخشید گفتم فجر، اینقدر دیگه آقای رجبزاده تو تیم شیرازی دیدیم. تیم پارس جنوبی است. از سمت راست دارن حمله میکنن، توپ به بیرون میره به نفع داماش. پرتاب برای داماشی ها، اعلام خطا نشد و بلافاصله دارن بازی رو پی میگیرن دیگه. بازیکن از داماش روی زمین افتاده اما به کارشون ادامه میدن. از رئیسمی هیئت فوتبال استان گیلان و همچنین رئیس هیئت فوتبال رشت آقای رجبزاده آقای وهابی تشکر میکنیم. به هر حال زمین رو آماده کردن تا امروز این دیدار اینجا برگزار بشه. حالا باید ببینیم که در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت چه برنامه‌ریزی کردن آقای رجبزاده و دوستاشون که انشاءالله اونجا بازی ها رو داشته باشیم. البته گفتن چون چمن هنوز آماده نیست این بازی اونجا برگزار نمیشه. به هر حال تمام تلاش ها انجام شده از سوی هم اداره کل ورزش و هم هیئت فوتبال تا ورزشگاه عضدی آماده بشه. سکوهایی که صندلی گذاری شده و یه جایگاه شیکی رو دارن آماده میکنن. اون زمین چمن رو الان ببینید خیلی خوبه و حیف بود که این بازی اونجا برگزار میشد. به همین دلیل بازی رو آوردن اینجا که اون چمن فعلا آسیب نبینه. اینه که تاکید میکنم به این دلیله که بدونید اون چمن آسیب میدید اگه این بازی بخواد اونجا برگزار میشد. به هر حال کاشت چمن طبیعی یه سری مشکلاتی هم با خودش به همراه داره، باید نگهداری خوب بشه. امیدواریم که دیگه این سری نگهداری خوبی ازش انجام بدن با مدیریتی که در هیئت فوتبال انجام میشه در شهرستان رشت و همچنین اداره کل ورزش و رسیدگی خوبی بشه به اونجا تا اینجوری به مشکل نخورن تیم هامون. این مهدی رجبزاده است، سرمربی تیم پارس جنوبی. خیلی دوست داره خودش هم تو زمین حضور پیدا کنه. سرمربی داماش هم صحبت میکنه با بازیکن خودش رضا زاهد تبار. پرتاب برای داماش. مهدی خانی این کار انجام میده. خود مهدی خانی رو به عقب. آرمان لطف خدا یه لحظه تو توپ تاثیر گذاشت. ابراهیمی دوباره لطف خدا خودش صاحب توپ هست برای مهدی خانی. کلا رو به عقب کار میکنن و با فکر هم میخوان کار انجام بدن. سمت چپشون میتونه راه بیفته اگه بفرسته توپ رو. ابراهیمی که این کار انجام نمیده فعلا. حالا یه خورده دیر رسید توپ به هافبک چپشون تا جایی که دو سه بازیکن پارس جنوبی اومدن و احاطه‌اش کردن. رضا آذری رو به عقب. حالا ابراهیمی میتونه به مهدی خانی بده در سمت راست. این توپ فرستاده میشه اما به مهدی خانی نرسید. بازم در میانه راه مدافعان تیم پارس جنوبی از سمت راست زمین خودشون سانتی رو انجام میدن. برگشت توپ از بازیکنای داماش. یک بار دیگه ضربه سر. بازیکن تیم پارس جنوبی. 38 دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم.
انصافا داماش داره خیلی خوب بازی میکنه، خیلی متفاوت تر از بازی‌های گذشتهش داره بازی میکنه. حالا که یه توپ میرسه به فردین نجفی، خود نجفی دو سه بازیکن اونجا حضور داره، شوت نجفی و گل. چه گلی! گل زیبا از فردین نجفی. خوشحالیش با هوادارای داماش، ادای احترام به این هوادارا. گفتم خیلی خوب داره بازی میکنه داماش، انصافا داره خوب بازی میکنه و این گل هم مزد زحمات خوب بازی کردن این تیمه. چه گلی رو زد فردین نجفی، از اون گلای خوشگل و زیبای فوتبال کشورمون بود. یک بار دیگه ببینید توپی که اینجا فرستاد و وارد دروازه کرد. همکاران میخوام یه خورده عقب‌تر نشون بدن چه چرخشی داشت فردین نجفی. ببینید توپی که اینجا بهش رسید، سه بازیکن اومدن، خودم فکر نمی‌کردم که توپ رو بتونه حتی بزنه و اینجا دروازه تیم پارس جنوبی جم رو باز میکنه. داماش 1، تیم پارس جنوبی 0. نتیجه رو ببینید، نتیجه ایدئال هواداره داماش. خیلی خوب بازی کردن داماشی ها. چه گلی رو زد فردین نجفی، واقعا خوشگل بود این گل. این اون داماشیه که هواداراش میخوان. یک بار دیگه حالا ضد حمله میخوان انجام بدن پارسی ها. بگم که تو این بازی یه حمله هم نداشتن، دیدیم تا دقیقه 40 این دیدار یه توپ اومد به سمت دروازه داماشی ها. باز هم پرتاب برای فجر سپاس، ببخشید دوباره گفتم فجر سپاسی، پیرن زرد و مهدی رجب زاده تیم پارس جنوبی پرتاب رو انجام میدن. رضا جعفری در گوشه زمین، خود جعفری دوباره کمی عقب‌تر، خرم حسینی توپشو میگیرن به خوبی داماچی ها. حالا زدم را میتونن شک بدن داماچی ها. ببینیم مهدی شریفی چه کار خواهد کرد در میانه میدان فردین نجفی که فردین توپ رو بیرون میزنه چون یک بازیکن از تیم فجر روی زمین افتاده. فرصت داریم اون گل زیبای داماشی ها رو ببینیم. اینجا تو فرستاده شد، فردین نجفی یه چرخش خوب و زیبا و گلی که به ثمر رسید. کاری هم از دست دروازه‌بان تیم پارس یعنی مهدی نوراللهی بر نمی اومد، هر چقدر خودشو به سمت دروازه برد نتونست به توپ برسه. این هوادارهای تیم داماش هستن که دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. یکی جلوی صدای جنگل شعار هوادارا رو هم میشنوید که تیم خودشون رو تشویق میکنن.
یک بار دیگه در میانه میدان. یک بار دیگه داماشی ها. حالا فرصت هست برای داماشی ها، یه شوت دیگه و توپی که باز هم به بیرون میره. ضربه گل رو میبینید که اینجا به ثمر میرسه. این هم قطاریه که در پشت ورزشگاه میبینیم. هفته قبل که آقای الماس خاله رو دیدیم داشت میرفت به سمت مشهد با این قطار. حالا باید ببینیم که کدومی که از دوستان عزیزمون از مسئولین ورزش و حالا هیئت فوتبال دارن با این قطار سفر میکنن. امیدواریم که سفرشون به خیر باشه. یک بار دیگه توپ بیرون میره. بازیکن تیم پارس جنوبی باید این توپ رو بزنن. دوستان اشاره میکنن که آقای رجب زاده تو اون قطار بوده، رئیس هیئت فوتبال شهرستان رشت. البته من ایشون رو اینجا دیدم، تو ورزشگاه حضور داشتن. مرد زحمتکش فوتبال رشت، از صبح داشت اینجا کار میکردن با همکارشون که آبهای سطحی اینجا رو خالی کنن. ضربه کورنر رو خواهند زد بازیکن تیم پارس جنوبی، رضا جعفری. توپی که فرستاده میشه و برگشت توپ از مدافعین تیم داماش. 3 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول هم در نظر گرفته شده. فرصت هست برای داماشی ها. ببینیم که زاهد تبار از این توپ چگونه استفاده خواهد کرد. خود زاهد تبار، یه بازیکن میاد و امیرطاها حسینی است که توپ رو ازش میگیره. باز هم داماشی ها رو به عقب. بازیکن تیم پارس جنوبی، شاهین طاهرخانی کاپیتان این تیم، توپ رو میفرسته جایی که دروازه‌بان داماش یوسف بهزادی حضور داره. خود بهزادی نگه میداره تا یه بازیکن بیاد که بختیاری میاد نزدیکش میشه، اما او توپ رو حالا میزنه و توپ از این سمت به بیرون میره. فردی نجفی میاد و بازیکنی که روی زمین افتاده بود رو بلند میکنه. صحنه گل رو هر وقت شد ما به شما نشون خواهیم داد. خیلی زیبا بود این گل. داماشگیلان 1، پارس جنوبی جمع 0. در میانه میدان داماشی ها صاحب توپ. برگشت توپ از بازیکن تیم پارس جنوبی. دور در میانه میدان صاحب توپ زردپوشان پارس جنوبی، شاهین طاهرخانی. یه لحظه یه برخوردی رو داره محمد شریفی با طاهرخانی. پیرنش کشید، طاهرخانی کلا ایستاد و ازش عذرخواهی هم میکنه محمد شریفی. باز هم در میانه میدان صاحب توپ هستن بازیکن تیم پارس جنوبی جمع و توپی که به بیرون میره. پرتاب برای داماش. توپ در میانه میدان، توپی که حالا این سم میاد و بی هدف هست. گل رو ببینیم. البته داور همینجا در سود خودش میدن و نیمه اول این دیدار
به اتمام میرسه. امیدوارم که از دیدن نیمه اول لذت برده باشید. استراحتی کوتاه خواهیم کرد به همراه همکارمون و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن. در خدمت شما هستیم با بخش نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و پارس جنوبی جم از سری رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور. دیداری که در نیمه اول با برتری 1-0 تیم داماش گیلان همراه بود و باید ببینیم که در نیمه دوم چه نتیجه رقم خواهد خورد. توپ در اختیار داماشی هاست. کمی عقب‌تر دروازه‌بان تیم پارس جنوبی، خط دفاعی کلاً در نیمه اول شاهد بارش باران بودیم. در نیمه دوم کمی از بارش ها کاسته شده و بدونیم که چه اتفاقی در نیمه دوم راه خواهد داد. علی درخشان توپ رو بیرون میزنه. تعویضی من ندیدم که در نیمه اول انجام بشه. دو تیم با همون ترکیب نیمه اول توی بازی حضور دارن. خیلی سریع ترکیب رو بگم خدمت شما که برای تیم داماش سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، محمد شریفی، محمد مهدی خانی، علی خدایی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف خدا، یوسف بهزادی، رضا زایدتبار، رضا ازری و محسن انبساطی 11 بازیکن لاجوردی پوشان داماش هستند. اما مهدی رجبزاده هم، مهدی نوراللهی، مجتبی مقتدایی، محمد بختیاری، علی درخشان، علی دلیر، ابوالفضل مسترد، امیر حسین اخوان، سید محمد خرم الحسینی، شاهین طاهرخانی، سید امیر طاها حسینی و رضا جعفری رو به زمین مسابقه فرستاده در این دیدار. در نیمه اولم عرض کردم خیلی ها میگفتن که تیم پارس جنوبی شاید با ترکیب دومش در این مسابقه حضور پیدا کنه، اما دیدیم که با تمام قوا به رشت اومدن و جام حذفی رو جدی گرفتن. مثل تیم داماش داور این دیدار رو هم میبینید میلاد کهزادی است، هیمن نوربخش و سالار استاد رحمانی کمک اول و دومش هستن. پیام ساری هم داور چهارم این دیدار هست. رحمان جهان شاهلو به عنوان سرمربی تیم داماش هم حضور داره روی نیمکت. یک بار دیگه تو به بیرون میره و پرتاب برای پارس جنوبی. مجتبی مقتدایی پرتاب رو انجام میده. دوباره خود مقتدایی حالا داماشی ها به سمت راست میبرن بازی رو. رضا زایدتبار رو به عقب، فردین نجفی تک گل این دیدار رو تا اینجای کار به ثمر رسونده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. حالا انبساطی به راست میبره. نیمه اول که فوق‌العاده بازی کردن داماشی‌ها، در نیمه دوم هم
بد نیست شرایطشون. حداقل ما پاسکاری میبینیم تو تیم داماش و این خودش خیلی خوبه. ببینید چه پاسکاری خوبی با هم انجام میدن. یه توپ عالی، موقعیت خوب برای داماش داخل محوطه جریمه و کمی عقب‌تر اگه توپ میرسید به علی خدایی شاید گل دوم رو شاهد میبودیم. یک بار دیگه همچنان موقعیت هست. 77 رضا آذری داخل محوطه جریمه، بازیکن تیم داماش فرود میکنن که توپ به دروازه‌بان تیم پارس جنوبی میرسه. جای آقای نعیمی پور مالک باشگاه هم در ورزشگاه خالی است. هفته قبل یادمه که چقدر اینجا هرس و جوش میخورد بنده خدا که بازی رو از نزدیک داشت میدید. امروز محرومه از دیدن این دیدار به حکم کمیته انضباطی. آقای نعیمی پور فعلا محروم هستن و نمیتونن بازی تیم محبوبشون از نزدیک ببینن، وارد ورزشگاه بشن. به هر حال اگه کمی از این سختگیری‌ها کم کنن دوستان در کمیته انضباطی بدم نیست. حالا اتفاقی که در یه بازی میفته میشه به هر حال کمی ملایمتر رفتار بشه. این هواداره خونگرم تیم داماش هست که در ورزشگاه حضور دارن و رفته رفته به تعدادشون اضافه تر میشه و این هم بازیکن‌های ذخیره تیم داماش: سعید ابراهیم پور، مرداد بایرامی، محمد سجاد قلی بیگی، محمد حسین گنج خانلو، سعید حسین پور و سید حسین حقشناس. بازیکن خوبی هم دارن گرم میکنن. سامان مهرابی زاده و فرشاد هاشمی و رضا شاخص به هر حال رو نیمکت هم بازیکن خوبی حضور دارن. مرداد بایرامی، محمد سجاد قلی بیگی، اینا، سعید حسین پور، بازیکنایی که در نیمه دوم میتونن به این چهره سرمربی تیم داماش گیلان یعنی رحمان جهان شاهلو کمک کنن. یک بار دیگه داماشی ها صاحب توپ هستن. در خط دفاعی سید علیرضا ابراهیمی، برای دروازه‌بان یوسف بهزادی. دفاع خوبی رو دارن داماشی ها. به هر حال در رقابت‌های لیگ یک هم خیلی خوب عمل کردن. بارش باران رو هم می‌بینیم در پشت بازیکن ذخیره پارس جنوبی. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. یعنی شماره 10 محمد بختیاری روی زمین میفته و خطا روش اعلام شد. بلافاصله ضربه خطا رو میزنن بازیکن تیم پارس جنوبی. دور میکنن توپ رو. بازم این سمت صاحب توپ هستن. یک بار دیگه زرد پوشان تیم پارس. دفاع خوب است داماش. فردین نجفی پاس اشتباه میده به بازیکن تیم پارس جنوبی. یه بازیکن داماش روی زمین افتاده و توپی که به بیرون میره. اینجا از ناحیه کشاله پای راست احساس درد میکنه محمد شریفی، اما بلافاصله بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. پرتاب
بخشید شروع بازی از دروازه‌بان داماش گیلان. پرتاب برای داماش. که رضا آذری است و داور در سود خودش میدمه و ضربه خطایی که حالا زده خواهد شد. محسن انبساطی دورخیز میکنه. انبساطی توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و باز هم فردین نجفی که توپش به بیرون میره. توپ در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی جمع. مثلا دوستان دنبال گل نجفی هستند که نشون بدن که در نیمه اول گل چگونه به ثمر رسید. اینجا ضربه‌ای که زده شد و گل اول این دیدار به ثمر رسید. یک بار دیگه یه شوت از بازیکن تیم پارس جنوبی. توپ رو داماشیا در اختیار دارن. باز هم بازیکن تیم داماش در خط دفاعی دوباره میخوان حمله را از سمت راست شروع کنن. رفته به تعداد هواداری تیم داماش اضافه میشه. ساعت 14 این بازی آغاز شده. رو به عقب بازیکن تیم فش حالا به راست میارن، جایی که مجتبی مقتدایی حضور داره. خود مقتدایی میفرسته توپشو، باز هم مدافعین تیم داماش این توپ رو برمیگردن. الان ضد حمله خوبی میتونه برای داماشی‌ها شکل بگیره. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. حالا توپ میرسه به فردین نجفی. خود نجفی سری بالا، یه شوت دیگه میخواد بزنه نجفی که این بار موفق نیست و توپش با برخورد به مدافعین برمیگرده. مدافعین تیم پارس جنوبی جمع. میانه های میدان بازیکن تیم پارس رو به عقب میارن. طاهرخانی در خط دفاعی توپ رو
نگه میداره. خرم حسینی و اعلام خطایی که روی بازیکن تیم فجر انجام شده. داور میخواد از کادر پزشکی به زمین مسابقه بیان. جایگاه تیفوسی های داماش رو میبینید، هواداری خونگرم و متعصبی که همیشه هستن در ورزشگاه و تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن، لحظه شماری میکنن تا بازی های داماش شروع بشه و خودشون رو به ورزشگاه برسونن و بیانن نزدیک این بازی رو ببینن. حالا از هفته بعد که بازی در ورزشگاه عزودی خواهد بود، قطعا تعداد این هوادارا بیشتر هم خواهد شد. هم نزدیکی اون ورزشگاه که داخل شهر هست و دسترسی خیلی راحت تره و همین که بازی لیگ یک حساس تره برای داماش. حالا همگان منتظر هستن تا در رقابت‌های لیگ یک تیم داماش که فکر کنم 20 آبان ماه با سایپا در رشت بازی داره، اون بازی در ورزشگاه عزودی برگزار بشه و بتونن شاید یک بازی خوب باشن از تیم داماش گیلان. داماشی ها در رقابت های لیگ یک فعلا با 10 امتیاز 13 هم، فاصله زیادی هم با تیم صدر جدول ندارند. خود صنعت نفت آبادان 18 امتیاز است در صدر جدول، مثل شهربابک و پیکان و سایپا به همراه فجر سپاسی تیم هایی هستن که دوم تا پنجم هستن. تیم آریو اسلام شهر با 16 امتیاز ششم و همین تیم پارس جنوبی جم با 15 امتیاز هفتم جدول رده‌بندی رقابت لیگ یک حضور داره. درست کردم، داماش هم که 10 امتیاز 13 همه و شهرداری آستارا با 3 امتیاز 18 هم. به هر حال بازی های هفته دهم لیگ یک بازی جذابی هم خواهد بود. یک بار دیگه توپی که فرستاده میشه از سمت راست، بازیکن تیم پارس جنوبی به دنبال توپ هستن که مدافعین داماش اجازه کار رو نمیدن. این دو سه بازیکن میبینی که در کنار زمین هستن قراره به زمین مسابقه بیان برای تیم پارس جنوبی. منتظریم تا این ضربه کورنر حالا زده بشه. رضا جعفری این ضربه رو خواهد زد. این چریه رضا جعفری، توپی که فرستاده میشه برگشت توپ از مدافعین، یه فرصت عالی برای پارسی ها که توپ به بیرون میره. یوسف بهزادی رو میبینی در تصویر. تعویضا
انجام میشه برای تیم پارس جنوبی جم. تیم پارس جنوبی با سرمربیگری مهدی رجب زاده در این بازی حضور دارن و یک بار دیگه فرصت برای داماش از سمت راست. ببینیم از اون توپ چگونه استفاده خواهند کرد. اعلام خطا میشه. خطا برای داماش در موقعیت خوبی توپ نصیب داماشی ها شده. دو بازیکن پشت توپ ایستادن. توپی که حالا فرستاده میشه، یه لحظه میرفت که توپ از دست دروازه‌بان خارج بشه، اما دوباره توپ رو دور کردن بازیکن تیم پارس جنوبی. داور در سود خودش میدمه به نشانه خطا برای داماش. مهدی خانی و محمد شریفی صاحب توپ. حالا مهدی خانی از سمت راست صاحب توپ میشه. بازیسازی رو از همون سمت راست آغاز میکنه شریفی. خود مهدی خانی، سانتر مهدی خانی، برگشت توپ از مدافعین تیم فجر شاهین طاهرخانی که خیلی خوب کار کرده برای پارسی ها و میشه گفت دو سه حمله خوب داماش رو برگردونده. صدای تشویق های خوشگل این هوادارا هم میشنوید شما. شاید پر انرژی تیمشون تشویق میکنن. دوباره بازیکن تیم پارس صاحب توپ هستن. این افتخاری بازیکنی که لحظات پیش به زمین مسابقه اومد، رو به عقب برای دروازه‌بان خودشون. دوباره در میانه میدان امیرطاها حسینی باز هم بازیکن تیم پارس جنوبی باید دارن. پارسی ها باید همونجا توپ رو قطع میکردن. بازیکن تیم داماش دقیقا اجازه پیشروی رو نمیدادن به بازیکن حریف. مدافعین تیم داماش توپ تاثیر میزنن، توپ رو برگشت میدن. توپ بیرون میره از اون سمت. مجتبی مقتدی توپ
از همه بازیکن‌ها عبور میکنه و به یوسف بهزادی میرسه. بهزادی به راست میبره، خواهر از همون سمت حمله رو تدارک ببینن. یه بار دیگه نجفی، پاس اشتباه فردین نجفی، زننده تک گل این دیدار. تا اینجای کار 70 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. داماش گیلان 1 عجز پس 0. شایعت میکنن توپ رو تا به بیرون بره و از کنار دروازه داماش این توپ باید زده بشه. توپ رو داخل آب بیرون میارن بازیکن‌های تیم پارس جنوبی جمع. دوباره توپ رو میزنن و از این سمت حالا به بیرون میره. توپ نرسید به نجفی. داور در سود خودش میدمه، داره میاد در کنار زمین. با داور چهارم این دیدار پیام ساری اصلانی هم صحبتی میکنه و توپ رو میسپاره به بازیکنان پارس جنوبی. باز هم داماشی ها یه لحظه فردین نجفی توپش نرسید. حالا خود فردین به دنبال توپ هست، داخل مادی جریمه هم میشه. نجفی یکی دو بازیکن جلوش ایستادن و خطا نبود. این فردین نجفی است که روی زمین افتاده و در صحنه آیسته ببینیم که چه اتفاقی رخ داد. ببینید هواداره تیم داماش رو. کاش یه خورده بیشتر قدر این هوادارا رو میدونستن دوستان ما که به هر حال در پست‌های ورزشی حضور دارن، تلاش میکردن تا رضایت این هوادارا جلب میشه. یه بار دیگه شوتو یک غافلگیری گل تساوی حالا به دست میاد و رضا جعفریه که گل تساوی رو روی اشتباه مدافعین تیم داماش به ثمر میرسونه. حالا دوباره همه چی از نو باید شروع بشه. داماش 1 پارس جنوبی جمع 1. سرمربی تیم داماش نگران است این گلی که به ثمر رسید. حالا تعویض هم انجام میشه. فرشاد هاشمی قرار به زمین مسابقه بیاد و محسن انبساطی از بازی بیرون بره. اشتباهی را کردن داماشی ها، اشتباه بدی که به ضررشون هم تموم شد. بازی 1-1 مساوی بود. انبساطی هم داره میاد بیرون، از تعویض خودش راضی نیست. خیلی هم ناراحت انبساطی. گل رو میتونیم ببینیم. آره اینجا بازیکن تیم پارس جنوبی اشتباه بازیکن تیم داماش البته پشت پاش برده تو وارد دروازه داماش شد. کمی عقب‌تر ببینیم توپی که اینجا سانت شد، میتونستن مدافعین دور کنن اما در حال در یک غفلت گل تساوی به دست اومد. خود داماش هم موقعیت زیادی داشته و میتونه جبران کنه.
توپ بیرون میره و پرتاب برای داماش خواهد بود. افتاد و ششمین دقیقه از این دیدار. 10 دقیقه فرصت هست و میتونن این گل خورده رو جبران کنن. داماشی ها که در زمین خودشون دارن بازی میکنن. صدای حمله هوادار داماش رو میشنوید. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم پارس جنوبی و باز هم برگشت توپ از مدافعین داماش. دروازه‌بان آغازگر بازی یوسف بهزادی. این چهره سید امیرطاها حسینی است که این شوت رو زد. ها خیلی راحت توپ رو از دست میدن، خیلی به سختی گل میزنن و خیلی راحت هم گل میخورن. حالا باید خود مدیریت کنن این صحنه ها رو و توپ هایی که میاد روی دروازه داماش نباید خودشون رو از پیش برنده میدونستن. حالا نیمه اول درسته یه گل رو زدن اما انصافا هم عقب نشینی نکردن و الان توی یه غفلت گل خوردن. حالا پارس جنوبی در نیمه دوم بهترم شد و سوی کورنری که حالا به دست آوردن توپی که میفرستن و قبل از اینکه بیاد به محوطه جریمه برسه توپ به بیرون رفته بود. دروازه‌بان آغازگر بازی خواهد بود یوسف بهزادی. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی صاحب توپ میشن. بازم در میانه میدان توپ رو میزنن از همون جا که توپ به بیرون میره. این چهره خروش اژدها کش پارس جنوبی جمع. یک بار دیگه حالا فرصت برای داماش گیلان. ببینید از توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش و توپی که سامان مهرابی زاده بازیکن تازه وارد داماشیا فرستاد اما واحد
کورنر میکنن بازیکن تیم پارس جنوبی جمع. حالا موقعیت خوب برای داماش، از این توپ میتونن استفاده کنن. ضربه کورنری که خواهند فرستاد بر روی دروازه تیم حریف. میخواد داور که بازیکن‌ها کمی از هم دور بشن. حالا توپی که فرستاده میشه و یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت مدافع و حالا ضد حمله برای پارس جنوبی. میگیره توپ رو یه لحظه رضا آذری و اعلام خطا میشه و یه کارت زرد به یار شماره 5 سید علیرضا ابراهیمی داده میشه. دو تا تعویض رو هم داماشی ها میخوان انجام بدن. 7-9 زننده گل این دیدار فردین نجفی بیرون میاد و مهرداد بایرامی وارد بازی میشه. 26-77 رضا آذری بیرون خواهد اومد و سعید حسین پور وارد بازی خواهد شد در 83مین دقیقه از این دیدار. بازم در میانه میدان صاحب توپ بازیکن تیم داماش رو توپ تاثیر گذاشت بازیکن تیم داماش، اما حالا اعلام خطا میشه. اگه با همین نتیجه تساوی این دیدار به اتمام برسه در 2 وقت 15 دقیقه باز هم دو تیم با هم رقابت خواهند کرد. اگه باز هم مساوی بشه ضربات پنالتی. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن بازیکن تیم داماش و قبل از اینکه توپ برسه به مهرداد بایرامی اعلام آفساید شده بود از سوی این داوری که دیدید. کامک دوم سالار استاد رحمانی. مهدی نوراللهی آغازگر بازی. خود نوراللهی به راست میاره. امیر حسین اخوان، مجتبی مقتدایی. خوب بازی کرده مقتدایی تو این دیدار برای پارس جنوبی جمع. یه بار دیگه سامان مهرابی زاده و اعلام خطا. خطای سامان رو میگیره این چهره. سامان مهرابی زاده در شماره 46 از تیم داماش. امیر حسین اخوان توپ رو به چپ میبره. شاهین طاهرخانی صاحب توپ. خود طاهرخانی خود توپ رو به راست بیاره. مجتبی مقتدایی برای همایون افتخاری. خود مقتدایی یه پاس خوب رو داشت میداد که علی خدایی اجازه کار رو نداد. توپی که حالا برگشت پیدا میکنه و اعلام خطا. خطا بر روی فرشاد هاشمی گرفته شد از تیم داماش. میزنن توپ رو
سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن، جایی که یارو شماره 10 مهدی خانی حضور داره، توپش به بیرون میره. پرتاب برای داماش. کاری که انجام میشه، مهدی شریفی دل از رو توپ تاثیر گذاشت. اینجا هم خطا و باز هم خطای سامان مهرابی‌زاده رو گرفته داور. خطای شریفی رو گرفت یا مرداد بایرامی هم که یک ضربی رو زد. به هر حال داور اعلام خطا کرد و این سمت توپ بیرون میره. پرتاب برای داماش، تعویضی که تا لحظه دیگه برای پارس جنوبی انجام خواهد شد. محمد سلطانی مهر بود که یه لحظه در کنار زمین دیدیم. اون صحنه‌ای که خطا که انجام شد، گفتم خدمت شما که سامان مهرابی‌زاده بود که خطا رو انجام داد و خطاش اعلام شد. 88مین دقیقه از این دیدار، 1-1 مساوی. و بایرامی خطای انجام میشه، اما داور اعتقاد نداشت که باید خطا بگیره. در حال نزدیکترین فرد به صحنه خود داور بود. تعویض برای هم داماش و هم پارس جنوبی قرار انجام بشه. تیم پارس جنوبی صاحب توپ هستن، توپ رو به چپ میبرن. شما 18 علی درخشان بازیکن جلوش ایستاده، رو به عقب در میانه میدان. امیر حسین اخوان برای مجتبی مقتدایی در شماره 2 تیم پارس جنوبی. خود مقتدایی دوباره داماشی ها صاحب توپ میشن. مهرابی زاده توپش نرسید به بایرامی، دوباره رو به عقب. یه توپ روایی خوب از بازیکن تیم داماش و اعلام خطا. که اعلام میشه، بلافاصله بازیکن داماش میخوان بازی رو شروع کنن. تعویض حالا برای پارس جنوبی داره انجام میشه. سید امیر طاها حسینی بیرون میاد و شماره 6 محمد سلطانی مهر وارد بازی خواهد شد. تعویضی که اینجا انجام میشه. یک باری فرصت برای داماش و بایرامی هم تو آفساید نبود، نتونست از این توپ به خوبی استفاده کنن بازیکن تیم داماش. حالا اینور ضد حمله برای تیم پارس جنوبی و توپی که به بیرون رفت، این لحظه کشید پیرهن بازیکن تیم پارس جنوبی رو رفسنجانی، اما توپ به بیرون رفت در نهایت. حالا سمت چپ بازیکن تیم داماش، خدایی توپشو میفرسته. بایرامی یه لحظه استوب از بایرامی و قبلش آفساید گرفته بود داور و این چهره داور دوم این دیدار اعلام آفساید کرد. 5 دقیقه برای
نیمه دوم وقت تلف شده اعلام میشه. اون صحنه آفساید اگه همکارامون نشون بدن ممنون میشم، من چون چیزی که من دیدم خیلی عقب‌تر بود بازیکن تیم داماش. حالا وقت بشه نشون بدید ممنون میشم. آره این صحنه بله معلومه که اصلا کلا آفساید نبود. اگه اون صحنه رو آفساید گرفته که آره آفساید نبود. ببینیم اینجا توپی که اینجا فرستاده شد، میشه نگه دارید بچه‌ها؟ اینجا توپی که فرستاده میشه نگاه کنید، از روی چمن ورزشگاه میتونید تشخیص بدید که آفساید نبوده. چه موقعیتی رو از داماش گرفتن. یک مساوی. دقیقه 92. یک بار دیگه توپ فرستاده میشه و که اختیار میگیره دروازه‌بان تیم حریف. یک بار دیگه پرتاب برای پارس جنوبی. توپ بیرون میره. علی درخشان پرتاب رو انجام میده. این سمت خطا روی بازیکن داماش انجام شد. عذرخواهی هم میکنه بازیکن تیم پارس جنوبی و بازی دوباره از سر گرفته میشه. مهرابی زاده یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت، خودش میاد تا جبران کنه و توپی که بیرون رفته. پرتاب برای داماش، میتونه آخرین موقعیت ها باشه برای دو تیم در نیمه دوم. حالا مهرابی زاده، خود مهرابی بایرامی سمت راست هست، این دفعه دیگه آفساید بود و این داور اعلام آفساید کرد. شغل زودتر میفرستاد این توپ رو. در حال ببینیم با هم توپی که اینجا فرستادن خیلی جلو بود بایرامی و به درستی اعلام آفساید شد. توپ قبلی اشتباه شده بود که آفساید نبود، داور اعلام آفساید کرد. یک دقیقه پایانی رو داریم پشت سر میگذاریم برای دو تیم و آخرین موقعیت هایی که داره ایجاد میشه. توپ در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی، به خوبی بر میگردونن توپ رو بازیکنان تیم داماش و یک کارت زرد رو حالا داور میده به بازیکنان تیم پارس جنوبی. این میتونه آخرین موقعیت تیم داماش باشه در این نیمه. 5 دقیقه وقت داره شده هم داره به اتمام میرسه. یک بازی که از سمت راست بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. بایرامی، خود بایرامی، بزن بایرامی و توپی که کجا رفت. از نهاد هوادارا، کادر فنی و همه بلند میشه. چه توپی رو نتونست به گل تبدیل کنه این چهره. بایرامی و سوت
پایان نیمه دوم اینجا به ثمر میرسه. ببینیم اون صحنه رو، بعد از حضور شما خداحافظی کنیم و در انتظار وقت اول این دیدار باشیم. ببینید اینجا توپی که پسرو بایرامی و توپی که به بیرون رفت. نگاه کنید توپی که فرستاده شد و به بیرون رفت. استراحتی کوتاه میکنیم به همراه همکارانمون و با آغاز وقت اول وقتهای اضافه با شما خواهیم بود. خب یک بار دیگر سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن. در خدمت شما هستیم با بخش نیمه اول وقتهای اضافه دیدار دو تیم داماش گیلان و پارس جنوبی، دیداری که در 90 دقیقه قانونی به تساوی 1-1 رسید و حالا ببینیم که در وقتهای اضافه چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد و آیا این ضربات پنالتی خواهد بود که نتیجه این بازی رو مشخص خواهد کرد یا که خیر. باید بمونیم و منتظر باشیم که ببینیم چه اتفاقاتی رو خواهد داد. داور یک کارت زرد رو هم نشون میده یکی از بازیکن تیم داماش
و پرتابی که بازیکن تیم پارس جنوبی انجام خواهند داد. توپ فرستاده میشه، ضربه سر بازیکن تیم داماش گیلان. یک کاری که توپ به بایرامی نرسید. بایرامی موقعیت خوبی رو داشت در لحظات پایانی نیمه دوم، یه چرخش خوب، یه شوت محکم رو زد اما تو چارچوب نبود و میتونست همون توپ گل بشه و دیگه این وقتا اضافه هم نداشته باشه. توپ به بیرون میره. پرتاب برای بازیکن تیم پارس جنوبی. ضربه سر از داماشی ها. مهدی خانی صاحب توپ هست اما قبلش محمد شریفی روی زمین افتاد و خطا روش اعلام میشه. بلند میشه شریفی و بازی ادامه خواهد داد. مشکلی با ادامه کار نداشت. توپ زده میشه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش رو به عقب. کوتاه کار میکنن. حالا فرصت هست برای داماشی ها. باز هم یه موقع دیگه شریفی از دو بازیکن میخواد عبور کنه که موفق نیست. حالا بازیکن تیم پارس جنوبی حالا اعلام خطا هم میشه. روی بایرامی خطای انجام شد. دو بازیکن با هم برخورد کردن و پزشک میاد بالای سر هر دو بازیکن ببینیم چه اتفاقی رخ داد. توپی که فرستادن و دو بازیکن که برخوردی با هم داشتن. اینجا بایرامی رفت با دو بازیکن پارس جنوبی درگیر شد که خودش مصدوم شد و بلند میشه. بازی میتونه ادامه بده. تماشاگر تیم داماش یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن در این دقایق. ببینید چقدر قشنگ این کار رو انجام میدن تماشاهای متعصب. و بازیکن تیم پارس جنوبی که بیرون میاد و نمیتونه بازی ادامه بده. امیرحسین اخوان توی زمین میشینه. با چه کاریه؟ بیا بیرون بشین.
میخواد بازی رو شروع کنه، اما منتظر تا بازیکن تیم پارس جنوبی به بیرون بیاد. آقا خطا هم نگرفت و با گراب بال میخواد بازی رو آغاز کنه. یک بار دیگه حالا بازیکن تیم داماش بایرامی صاحب توپ هست. خود بایرامی رو به عقب، شریفی یه لحظه توپ تاثیر گذاشت. حالا یه سانت خوب، ببینید توپ کجا خواهد رسید. آفساید بود به نظرم. بله داور بله نشانه آفساید. داور اول این دیدار پرچم خودش رو بالا برده بود. هیمن نوربخش کمی جلو بود آقای مهرابی زاده و قشنگ هم مشخص بود که آفساید. حالا تعویض برای تیم پارس جنوبی، بازیکنی که بیرون اومده بود امیرحسین اخوان به جاش فردین معاونی قراره وارد بازی بشه. بازیکنی که مصدوم شد و تعویضی که اینجا انجام شد. توپ بیرون رفته و پرتاب برای داماش. یک بار دیگه حالا توپ تخته بازیکن تیم پارس جنوبی، ضد حمله برای این تیم. ببینید توپ چگونه استفاده خواهد کرد و علیرضا هادی توپشو میزنه و یوسف بهزادی در اختیار میگیره. حالا این سمت داماشی ها نمیتونه مهدی خان این توپ رو بزنه. این چهره علیرضا هادی بود و این هم مهدی خانی داماش. خود مهدی خانی میفرسته توپش رو. بایرامی خطا میتونست باشه به سعید حسین پور، اما داور همچین انتقادی رو نداشت. سمت راست زمین خودشون پارسیا صاحب توپ هستن. داماشیا اونجا حضور دارن و مشایعت توپ توسط بازیکن تیم داماش که توپ به بیرون بره. بهزادی بازی رو آغاز میکنه برای مهدی خانی. خود مهدی خانی توپشو میگیرن. یه لحظه خرم حسینی بود که این کار انجام داد، اما اونقدر جلوش موند و اجازه کار را نداد مهدی خانی بهش تا توپ به بیرون بره. پرتاب برای علی درخشان. اعلام خطا میشه. توپی که حالا فرستاده میشه تونست بایرامی باز از این توپ استفاده کنه. دوندگی زیادی داره بایرامی، همه جا هست، اما باید از توپاش به خوبی استفاده کنه و توپ رو به گل تبدیل کنه تا تیمش موفق باشه. یک بار دیگه از سمت راست مهدی خانی، شریفی، خود شریفی میزنن. شریفی رو اعلام خطا میشه. محمد شریفی گربه بالای سقف هست جایی که ما گزارش میکنیم و خیلی جالبه. این ورزشگاه سردار جنگل رشت فقط همین مورد ما کم داشتیم. دوستان ما در روابط هیئت فوتبال دارن تلاش میکنن که بفرستنش بیرون، اما نمیره. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی داخل موقعیت جریمه، موقعیت خطرناکی هست برای این تیم. مدافع تیم داماش باید
بیشتر دقت کنن و توپی که در اختیار میگیره بهزادی. آرمان لطف خدایی رسید رو توپ تاثیر گذاشت و توپ رسید به دروازه‌بان تیم داماش. توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماش. وارد 12مین دقیقه از وقت‌های تلف شده در وقت‌های اضافه در نیمه اول شدیم. داماش همچنان 1-1 مساوی است با تیم پارس جنوبی در ورزشگاه سردار جنگل رشت. بایرامی کلا روش خراب شدن، داور اعلام خطا نکرد. حالا این سم داره ضد حمله شکل میگیره برای تیم پارس جنوبی. سانتی که انجام میشه و این سمت مهدی خانی. یک و دوی رو انجام میدن دو بازیکن. مهدی خانی برای چپ میبره توپ رو. فرصت هست برای مهرابی زاده. خود مهرابی زاده دو تا بازیکن گیر میکنه. مهرابی زاده نگرش داشته، خطا نیست. داور کمی عقب‌تر شوت میخواد بزنه اما موفق نیستن بازیکن تیم داماش و توپی که این سمت میاد و آفسایته و تله آفسایت داماشی ها گیر میکنم و داور دوم این دیدار آقای رحمانیه که نشون میده پرچم خودش رو. رحمان جهان شاهلو سرمربی داماش در برابر مهدی رجب زاده. این سرمربی داماش بود که دیدید تیمش 1-1 مساوی است. تیم داماش که انصافا امروز خیلی خوب کار کرد، مخصوصا که نیمه اول فوق‌العاده بودن و اگه همین بازی رو در لیگ 1 انجام بدن قطعا شاهد بازی 0-0 در این ورزشگاه نمیشیم. شریفی، مهدی خانی، خود مهدی خانی سانچه انجام میده و توپ از بالای سر همه عبور میکنه و به بیرون میره. سامان مهرابی زاده اونجا بود اما توپش نرسید. این مهدی خانیه که دیدید و عکاسی که در نقش توپ جمع کن ظاهر میشه تا بلافاصله توپ رو بزنن بازیکن تیم پارس جنوبی، اما دروازه‌بانشون این کار رو به زودی انجام نمیده و همین نگه میداره توپ رو. دقایق پایانی است و منتظریم تا داور در سود خودش بدمه. آیه میلاد کهزادی و 15 دقیقه دست نخورده در نیمه دوم وقت‌های اضافی باقی میمونه.
بازی 1-1 مساوی شد، به وقت اضافی کشیده شد. رابطه جام حذفی است که مشاهده می‌کنید. داماش گیلان در برابر پارسا جنوبی جمع در ورزشگاه سردار جنگل رشت. یک بار دیگه بازیکن‌های تیم پارس جنوبی صاحب توپ هستند. پارسی‌ها از چپ به راست میزنند در مقابل تیم داماشی که داره در خانه خودش بازی میکنه. نورهای ورزشگاه هم کم کم داره روشن میشه، هوا رو به تاریکی است. حالا خوب شد این بازی رو ساعت 2 شروع کردن و همون 14 خودمون، یعنی نورای ضعیفی که این ورزشگاه هست به نیم ساعت دیگه نمیرسه که بشه بازی خوب رو اینجا انجام داد. هوادار داماش رو میبینید بازی باید سر گرفته بشه. در داره کماکان علی خدایی میاد بیرون تا به وضعیتش رسیدگی بشه. یک بار دیگه ضربه سر از سامان مهرابی زاده، برگشت توپ، ضد حمله برای تیم پارس جنوبی. موقعیت خوبی رو دارن سمت چپ زمین خودشون. توپی که فرستاده میشه با ضربه سر ابراهیمی کمی دور میکنه اما کماکان موقعیت هست. حالا یه سانتر دیگه و باز هم برگشت توپ. مهرابی زاده کسی نیست که توپ رو بهش بده، میفرسته توپ رو جایی که بایرامی بهش برسه که خیلی دور بود و بایرامی هم نرسید. داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن، شعاری که الان هواداره تیم داماش سر میدن. حیفه بخواد این داماش این بازی رو واگذار کنه. خیلی خوب در نیمه اول و حتی نیمه دوم بازی کردن اما فعلا تا اینجای کار 1-1 مساوی هستن و یه تیم باید برنده این دیدار بشه قطعاً. میفرستن توپ رو سمت راست. بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. یه موقعیت خوب میتونه ایجاد بشه، کماکان موقعیت دارن. مهرابی زاده ضربه سرش نتونست استفاده کنه و قبلش خطا اعلام میشه. شهرام حمیدی و سرمربی تیم داماش آقای جهان شاهلو هم اعتراض کوچیکی رو انجام میدن. این آقای جهان شاهلو هست، شهرام حمیدی هم در کنارش ایستاده بود، مدیر تیم، و اعتراضی رو داشتن نسبت به این صحنه. توپ رو جمع میکنه. بازیکن تیم داماش گیلان یوسف بهزادی. این هم نمای زیبا که هواداری تیم داماش به وجود میارن. داور
میاد کنار زمین نکته رو بگه. چرا میگه سوت نمیزنم؟ در حال اونجا که اتفاق خاصی رخ نداد، هوادارم که داشتن کار خودشون انجام میدادن و حالا چرا ترسید داور؟ بنده خدا فکر کرد اون مواد آتش‌زا رو توی زمین میندازن احتمالاً. خب یک بار دیگه در میانه میدان توپ رو در اختیار سعید حسین پور به راست میبره و توپی که بی هدف به بیرون میره. سعید حسین پور رو یه لحظه دیدید، یا شماره 26 از داماش. پرتاب برای پارس جنوبی. داور توپ رو به نفع تیم پارس جنوبی گرفت و این پرتاب رو باید اونا انجام بدن که حالا ناراحت هم میشن هواداره تیم داماش از این تصمیم داور. حالا این بار پرتاب برای داماش. دروازه‌بان روی زمین افتاده. یوسف بهزادی باید به وضعیتش رسیدگی بشه. داماش گیلان 1 پارس جنوبی 1. باید به وضعیت دروازه‌بان یوسف بهزادی رسیدگی بشه. بازی از سر گرفته میشه و بازیکن تیم داماش توپ رو در اختیار دارن. علی خدایی باز هم از سمت چپ و اعلام خطای سعید حسین پور رو باز گرفت. داور رو یک کارت زرد رو میخواد بهش بده که این کار رو انجام میده. اعتراض میکنه بایرامی و یک کارت زرد هم بایرامی میگیره و 2 تا کارت زرد رو به 2 بازیکن داماش نشون میده. شماره بایرامی هم حالا نگاه میکنه و مینویسه این هم صندلی های ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت که از مسئولین ورزش استان میخوایم که یه دستی هم به این ورزشگاه هم بکشن و این صندلی ها رو اگه میشه درست کنن. این کچلی صندلی ها رو هم
بهترش کنن تا این تماشاگرایی که میان تو ورزشگاه میتونن یه جای خوبی رو راحت بشینن. کلا تا اینجای کار سر پا بودن هوادار تیم داماش. تک توک دیدیم عده‌ای بخوام بشینن رو صندلی ها. یه کارت قرمز رو داور به کی میخواد بده؟ شهرام حمیدی صحبت میکنه با داور چهارم. با کی داره صحبت میکنه داور؟ به یکی از بازیکن‌های نیمکت نشین میخواد بده کارت قرمز رو. داور میخواد که اون بازیکن بیاد. حالا کی بوده و چی گفته را که ما ندیدیم. شهرام حمیدی میره دنبال اون بازیکن مد نظر داور. شهرام حمیدی مدیر تیم داماش گیلان هست، یکی از با تجربه های فوتبال استانمون. اینم نبود. داور میگه این بازیکنم نبوده. چیکار داره میکنه داور چهارم؟ چی شنیده؟ کارت زرد کی داد؟ به سجاد حقدادی داد؟ نه، به فکر کنم فردین نجفی بود. نبود. حالا به کی داد که به هر حال یه کارت زرد رو بازیکن داماش گرفتن. فرصت برای داماشی ها. برگشت توپ دوباره بازیکن تیم فارس جنوبی صاحب توپ هستن، رو به عقب میارن. فردین معاونی از سمت راست دوباره مقتدایی سانتی که انجام میشه و فکر کنم به رضا زاهد تبار کارت زرد داد داور. آخرین نفری که اومد پیش داور رضا زاهد تبار بود. فکر کنم به ایشون کارت زرد داد. البته اول تو دستش کارت قرمز بود. حالا برگردون رئیس داور و اگه این بازی به ضربات پنالتی کشیده بشه ببینیم چه کسانی ضربه پنالتی رو برای داماش خواهند زد. آیا داماش میتونه برنده این دیدار باشه در ضربات پنالتی؟ در حال زحمات زیادی رو کشیدن تو این دیدار، انصافا خوب بودن و حالا این 30 دقیقه وقت اضافه رو زیاد کار نداشته باشیم. تو 90 دقیقه جنگنده ظاهر شدن داماشی ها. تو لیگ یک همینجوری بازی کنن میتونن امتیازهای لازم رو بگیرن. مخصوصا نیمه اولشون فوق العاده بودن، یعنی به دور از انتظار ظاهر شدن. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی صاحب توپ هستن، توپ رو به راست میارن. باید خیلی احتیاط کنن بازیکن تیم داماش در این دقایق. مقتدایی صاحب توپ، همونجا مدافعین اجازه کار رو نمیدن بهشون و توپی که به بیرون میره. پرتاب برای پارس جنوبی. رفسنجانی بود که جلوی توپ ایستاد. پرتاب رو حالا انجام میدن بازیکن تیم پارس جنوبی. برگشت توپ، موقعیت دیگه برای داماشی ها. برگشت توپ و
120 دقیقه تمام شده، منتظریم تا ببینیم که آیا وقت طلب شده هم اعلام خواهد کرد داور یا که خیر. میخواد داور که زودتر توپ رو بزنن بازیکن تیم داماش. صدای سوتی میاد اما داور نبود و سوی تماشاگرها سوت زده شد. جالب بود. حالا داور سوت پایان نیمه دوم وقت اضافه رو میزنه و باید آماده بشیم برای ضربات پنالتی.
ضربات پنالتی که اولی رو مهرابی زاده خواهد زد برای تیم داماش. سامان مهرابی زاده توخیز میکنه. مهرابی زاده این چهره منتظریم تا توپ رو بزنه. مهرابی زاده میزنه و توی دروازه. خوشحالی هواداره تیم داماش. گل اول رو در ضربات پنالتی داماشی ها به ثمر میرسونن. این مهرابی زاده است که میبینید. ضربه‌ای که زد و ببینید این گونه دروازه تیم پارس جنوبی رو باز کردن. حالا یوسف بهزادی در اون دروازه است. این چهره و ضربه‌ای که خواهد زد یارو شماره 6 محمد سلطانی مهر برای تیم پارس جنوبی و توپ از زیر دستان دروازه‌بان وارد دروازه میشه. خیلی خوب رفت یوسف بهزادی اما توپ وارد دروازه شد. ابراهیمی این ضربه رو خواهد زد. برای داماش اون صحنه رو ببینید، گل قبلی رو و میگیره توپ این چهره کاپیتان سید علیرضا ابراهیمی رو. دروازه‌بان مهدی نوراللهی چقدر بد زد این توپ رو، چقدر هم راحت گرفت دروازه‌بان تیم پارس جنوبی. یک مساوی است در ضربات پنالتی. ترخیزه بازیکن تیم فش توپی که میزنه ابوالفضل مسرد و توپ توی دروازه جای میگیره. حالا 2-1 میشه در ضربات پنالتی. یه پنالتی رو داماشی ها از دست دادن. ولی دلیل بود که این ضربه رو زد. یه شماره 20 فجیا. حالا بازیکن تیم داماش توپی که زده میشه چقدر خوشگل و زیبا. این توپ رو به گل تبدیل میکنن بازیکنهای تیم داماش و بایرامی که چیپ زد و خوشحال از گلی که به ثمر رسونده. مرداد بایرامی وقت بشه گلشون نشون خواهیم داد. البته بلافاصله توپ رو میزنن. ببینیم سریع چیپی که زد بایرامی و حالا بازیکن تیم پارس جنوبی توپی که زده میشه برخلاف حرکت دروازه‌بان و گل سوم توسط همایون افتخاری.
3-2 در ضربات پنالتی پیش میافتن. آرمان لطف خدا میره تا این ضربه رو بزنه. آرمان لطف خدا توخیز میکنه، میزنه این توپ رو و گل. یه لحظه داشت دستش در میره و توپی که به هر حال به گل تبدیل شد. شاهین طاهرخانی میخواد این توپ رو بزنه. طاهرخانی با تجربه در مقابل یوسف بهزادی و توپی که وارد دروازه داماشی ها میشه. 4-3 پیش میافتن. ببینیم این صحنه رو که چطور به گل تبدیل کردن. البته عرض کردم سرعت بازی اونقدر زیاد هست که وقت نمیشه که گل رو بلافاصله نشون بدیم. حالا این صحنه رو دیدیم، برمیگردیم بازی و بازیکن تیم داماش توپی که زده میشه و توی دروازه. مهدی خانی هم توپش رو به گل تبدیل میکنه و از هواداران میخواد که شور و هیجان بازی رو زیادتر کنن. میاد به دروازه‌بان خودشون هم یه دلداری میده و ببینیم که از این ضربه بازیکن تیم پارس جنوبی چگونه استفاده خواهند کرد. کوروش اژدها-کش این توپ رو خواهد زد. توپی که زده میشه و توی دروازه و بازی به اتمام میرسه با برتری 5-4 در ضربات پنالتی و در مجموع 6-5 به نفع تیم پارس جنوبی جم. الحق و الانصاف حق داماش نبود این بازی رو واگذار کنه و اینگونه با رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور در مرحله 1/32 خداحافظی کنه. این تیم میتونست به دور بعد بیاد. به هر حال بازی رو واگذار کردن. امیدوارم که از دیدن مسابقه لذت برده باشید. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدارش.